امروز طوفان الاقصی یکی از انتقام‌های ترور سردار سلیمانی عزیز به دست امریکایی‌ها و همراهی صهیونیست‌ها بود. اگر کسی میخواد بگه که انتقام صهیونیست‌ها و امریکایی‌ها چی بود، یکیش از اون همین طوفان الاقصی بود که به تعبیر اسماعیل هنیه که در مراسم تشییع جنازه شهید سلیمانی با صراحت فرمودند شهید القدس و با تأکید 3 باره تکرار کردند، امروز فرزندان فلسطین در جبهه مقاومت و طراحان فلسطینی عزیز و ادامه دهندگان عملیات طوفان الاقصی خودشون میگن این یکی از انتقام هایی بود که فرزندان جبهه مقاومت در برابر ترور شهید سلیمانی از امریکایی ها و صهیونیست ها گرفتن. قطعا این انتقام ها تداوم داره در مکان های مختلف، زمان های متفاوت و صهیونیست ها هرگز از این انتقام در امان نخواهند بود.